سلام عزیزان، درود بر شما. به کانال کورکودیل کریپتو خوش اومدین. با ریپل آیندت رو تضمین کن. تو این ویدیو قراره با هم دیگه ریپل رو بررسی کنیم، آپدیت بدیم بهش و اینکه فاندهای فوق‌العاده مثبتی که پشت سر هم داره برای ارز ریپل میاد. عزیزان قبل اون بریم یه نگاه اجمالی به بازار کریپتو بندازیم. قیمت تتر 83,600، بیت کوین 105,000 دلار هستش. بریم سراغ چارت بیت کوین. بیت کوین میبینیم عزیزان کماکان تونست قیمت 106,500 رو به خودش ببینه و حالا فعلا ریزشی شده. کندل ماهانه فوق العاده مهم هستش و میتونه روند رو مشخص و تعیین بکنه. کلوزش 1 روز و 3 ساعت دیگه هستش. فردا همین موقع قراره یک آپدیت مفصل در رابطه با بیت کوین بدم و تعیین روند بکنم، یعنی بگم بیت کوین از اینجاها میریزه یا خیر، قرار بیت کوین بره اهداف بالاتر رو ببینه، مثلا 110,000 دلار، 120,000 دلار و حتی 130,000 دلار. پس اینو یادتون باشه که ویدیو رو دادم حتما ببینید. بریم سراغ ارز ریپل. خب عزیزان توجه داشته باشین، سهم بازار الان بیت کوین سهم بازارش 58% تقریبا، اتریوم 11%، ریپل سهم بازارش از کل بازار 5%. این فوق العاده هستش. خبرهایی که برای ارز ریپل اومده اینه که مدیر عامل ریپل گفته که اون گفتگویی که با ترامپ داشتم و باهاش مذاکره کردم این بوده که ریپل به یک دارایی ذخیره استراتژیک ایالات متحده تبدیل بشه. پس اون گفتگوی محرمانه‌ای که چند هفته گذشته مدیر عامل ریپل داشته، الان تو یک مصاحبه اومده گفته این گفتگو درباره این بوده که ریپل رو تبدیل بکنیم به یک ذخیره استراتژیک برای ایالات متحده. یه فاند فوق‌العاده مثبت هستش. به نظر من وقتی ایلان ماسک روی کاره، وقتی ترامپ روی کاره و دارن با مدیر عامل ریپل از پشت میبندن، در آینده نه چندان دور ریپل میتونه اهداف قیمتی خوبی رو تجربه بکنه عزیزان. و خبر بعدی، ریپل از اقدامات معدنی علیه اون از سوابق SEC حذف شده. یعنی اون حالا پرونده هایی که براش تشکیل داده بودن علیهش از سایت رسمی حذف شده و سواقبش از SEC حذف شده. از این هم یه فاند فوق العاده مثبت برای ریپل هستش. خب میبینیم شرکت های متعددی هستن که الان دارن درخواست ETF ریپل رو به SEC میدن و حالا این دفعه شرکت گری اسکیل برای ETF ریپل درخواست داده و درخواستش رو برای SEC ارسال کرده. اینها خبرهای فوق‌العاده خوبی بودن که میتونه ریپل تاثیر مثبتی بهش بذاره و باعث رشد قیمتیش بشه عزیزان. بریم سراغ یه چارت از ریپل. خب عزیزان به این عکس دقت بکنید، ما داخل یک کانال سعودی هستیم. میتونه ریپل، توجه داشته باشین، ریپل میتونه یه بار دیگه بیاد $2.90 رو ببینه، بین $2.80 تا $2.90. توجه داشته باشین میتونه بیاد. کسایی که خرید نزدن، توجه داشته باشین خیلی مهمه، کسایی که هنوز خرید نکردن و خرید نزدن میتونن توی قیمت های $2.80 الی $2.90 خرید خودشون رو بزنن. چارتی که الان دارید میبینید در تایم فریم 2 ساعته هستش. به ترتیب میتونیم اهداف $3.74 و $4.13 رو عزیزان ببینیم که میشه سقف کانال سعودی ما. خیلی مهمه. به نظر من چارت تمیزیه، یعنی امکان اینکه این اتفاق بیفته احتمالش بالای 60-70% عزیزان. این هم از این گفتیم یک آپدیت داشته باشیم. آپدیت خاصی فعلا برای ریپل وجود نداره. بریم سراغ چارت های خودمون روی ریپل.
تایم فریم رو من کمتر بکنم 4 ساعته. ببینید کماکان ما بالای محدوده $3 هستیم. تا زمانی که ریپل بالای محدوده $3 باشه میتونیم بگیم که روندش صعودیه و میتونه اهداف $4 رو ببینه. شاید یه مقدار زمان بر باشه چون داخل رنج هستیم کلن، هم حالا ریپل هم بیت کوین، ولی به نظرم طی روزهای آینده بتونه ریپل این اهداف رو تاچ بکنه. پس تا زمانی که بالای محدوده $3 هستش میتونیم بگیم که ریپل میتونه اهداف $4 رو ببینه. عزیزان بریم سراغ یه چارت دیگه از بیت کوین. تقریبا چارتامون یکیه. این هم از این، همه چیز مشخصه. اینجا هم میتونیم بگیم حالا یک مثلث تشکیل شده. من براتون مشخص بکنم، نمیتونیم بگیم دقیقاً ولی کن میشه گفتی یک جورایی. میتونیم بگیم که ریپل دوباره داره این مثلث رو تشکیل میده مثل سری قبل عزیزان. که یعنی چه اتفاقی بیفته؟ بیاد اینو پرقدرت رو به بالا بشکونه، پولبک خودش رو تکمیل بکنه و بره برای اهداف بالاتر. این هم از این. عزیزان لایک بکنید، کامنت انگلیسی بذارید، سابسکرایب کنید، حتما نوتیفیکیشن رو فعال کنید به محض اینکه ویدیو گذاشتم بتونید ببینید و استفاده کنید. به خدای منام میسپارمتون. وقتای تحلیل دیگه پرسود باشید و خدا نگهدار.